بار اول که عاقد ازش پرسید وکیلم گفت بله، پیش چشم همه اهل قبیلم گفت بله. ماه بعدش با وکیل اومد دم خونم بابیل، گفت که یا مهریم امیدی یا میشی زلزلی. ما هم از این ور گرفتیم وکیلی واسه دادگاه، آی ننه نگو که افتادیم از چاله توی چای ننه. کلی پول از ما گرفت، 50 تا هم امضا گرفت، با ما یهو دعوا گرفت. شانس ما این وکیل بود آب زیر کای ننه، آی ننه آی ننه. طرف زن رو گرفت توی دادگاه جلو قاضی، منم بی دست و پا نمیدونستم باید چی بگم من. ای خدا دست به یکی کرده بود با اون وکیل، این وکیل زد زیر حرفش بی دلیل. مردینی بریش و سیبیل چشمتون رو با کنیم وقتی که میگیرین وکیل. البته نیستم وکیلا اکثرا از این قبیل، جمله آخر رو هم گفتیم یهو دستگیر نشین.